سلام كمسك الختام. پدر جان، غسل چیست؟ با نام خداوندی بخشنده و مهربان. پسر جانم، غسل در دین اسلام عمل حساب می شود که تازه نمودن کل بدن با آیین خاصه اجرا می گردد. غسل یک نمود تازه شوی به حساب می رود و از طهارت نمودن فرقیت دارد. خود کلمه غسل از زبان عربی گرفته شده معنایش تازه شوی است. هنگام غسل نمودن تمام بدن را باید شست و یگان جا باید خشک نماند. پدر جان، بعد از کدام عملها انسان باید غسل بکند؟ پسر جانم، غسل واجب می گردد به شخصی که در خواب احتلام می شود یا با زن و شوهر بعد از آن که همخوابگی می کنند و اینچنین برای زنان بعد از پاک شدن از حیض و نفاس. بعد از این عملها گرفتن غسل به هر یک مسلمان فرض می گردد. الله سبحانه و تعالی می گوید اگر ناپاک باشید غسل کنید. سوره مائده آیه 6. پدر جان، چه عملی را به غسل انجام دادن ممکن نیست؟ پسر جانم، به غسل نماز خواندن، طواف کعبه کردن، به قرآن دست رسانیدن، قرآن خواندن و اینچنین به مسجد در آمدن جایز نیست. پدر جان، فرضهای غسل کدام هایند؟ پسر جانم، در غسل 3 فرض است: دهان را شستن، بینی را شستن و تمام بدن را شستن که یگان جای باید خشک نماند. پدر جان، سنت های غسل کدام هایند؟ پسر جانم، سنت های غسل اینها می باشند: نیت کردن، گفتن اعوذ بالله و بسم الله، شستن دست و عضوهای جنسی یعنی شرمگاه، طهارت کردن به مثل طهارتی که برای نماز انجام می دهیم. پدر جان، ما چگونه غسل می کنیم؟ پسر جانم، اول ما باید به حاجتخانه در آمده پیشاب کنیم. بعد از پیشاب کردن شرمگاه را شسته نجس را از آن دور می کنیم. بعد از آن دستها را تا بند دست می شوییم. بعد از آن نیت غسل کرده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم را می گوییم. بعد از آن 3 مرتبه با آب دندانها و دهان را تا گلو می شوییم. بعد از آن 3 مرتبه بینی را آب گرفته می افشانیم. همچنانی که برای نماز طهارت می کنیم اینچنین طهارت می سازیم بجز پایها، چون پایها را در آخر می شوییم. تمام بدن را از سر تا پا می شوییم و یگان جای خشک باقی نمی گذاریم. از طرف راست سر می کنیم. از کتف راست سر کرده شستن را آغاز می کنیم و در آخر پیش از برآمدن اول پای راست را شسته بعد پای چپ را شسته از حمام می براییم. پدر جان، هنگام غسل کردن از کدام عملها خودداری کردن لازم است؟ پسر جانم، هنگام غسل نمودن آب را بر زیاد استفاده بردن، بدن عریان روی را به طرف قبله نمودن و به مورد سخن گفتن مکروه می باشد. این عملها را در وقت غسل گرفتن با قدر امکان باید انجام ندهیم. این بود درس امروزه. با همین درس را به آخر می رسانیم. منتظر درس های آینده باشید. نوا را به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد آنها از دین خود آگاه باشند تا در رسانیدن امرهای پروردگار به بندگانش سببگار شوید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.